به نام خداوند بی نهایت بخشنده و بی نهایت مهربان، قبل از همه من با رهبری رویه اسماعیلیه و تمام خلیفه های محترم و پیروان این رویه اظهار تعزیه و تسلیت میگویم و به نزدیکان و پیوندان مرحوم صبر جمیل اجر عظیم از پروردگار خواهانم و لازم به یادآوری است که شاه کریم خانیچور یعنی یک شخصیت معروف در عالم اسلام که رهبری رویه اسماعیلیه رو داشتند، شخصیت معروف اسلام هست و عالمی یعنی در هر جایی که نباشند پیروان این رویه از این شخصیت پیروی میکردند و خدمت‌های مرحوم در تاجیکستان هم یعنی البته نمایان است، چرا که خودی همین دوستانه و اهلانه و برادرانه زندگی کردنی پیروان یعنی اسماعیلیه با مذهب یعنی پیروان مذهب امام ابو حنیفه یا که سنی ها، این دلیل اون است که یعنی رهبری خوبی بودن که همیشه با همدیگر فهمی، همدیگر قدر کنی، احترامی طرفین یعنی توصیه ها میدادن. از همین جهت است که مناسبت ها خیلی خوب و خیلی یعنی خرسند آور است و بارها سفر داشتند. ما همگان میدونیم که به تاجیکستان آمده بودند، رفته بودند و از آمدنشان حکومت تاجیکستان و پیروانشان خیلی استقبال خوبی گرفته بودند و این همه رو ما قدر میکنیم و هیچ وقت نیکی فراموش نمی شود. حالا انسان است، هر انسانی روزی میآید و روزی می رود، لیکن نیکی های انسان میماند و نیکی های انسان چه عبادکاری باشد، چه دوستی و برادری باشد، چه حسی باشد، چه معنوی باشد، یعنی این همچون صدقه جاریه همیشه به روحی گذشته ثوابش میرسد. از همین نقطه نظر تکرارا من یک بار دیگر باز تعزیه و تسلیت میگویم و از خداوند عزوجل صبر جمیل و اجر عظیم خواهانم.